سلام خوشگلای من، بریم که دو سوته این کیف پاسپورتی خوشگل رو با هم بدوزیم. آماده ای؟ چی لازم داریم؟ بوم! پارچه های مورد نیاز، اندازه ها، کپشن. لای نمدی رو از قسمتی که دون داره یا بعضیش براقه بذار روی کارت و اتوش کن. لای نمدی رو که چسبوندم، پارچه قسمت پشت رو وسطش رو مشخص میکنم. 5 سانت به راست و چپ میرم که بند برزنتیم و نیم حلقه هامو وصل بکنم. بند برزنتیم هم 8 سانتی متر در نظر گرفتم. شما هر اندازه که دوست داری میتونید در نظر بگیرید. بچه چون بند من برزنتیه، من با فندک سوزوندمش، ولی اگه پارچه درست کنین نیاز نیست که این کار انجام بدین، ولی برزنتی رو حتما انجام بدین. خب اینا رو وصل میکنم و دوخت میزنم. دوختتون هم میتونید رفت و برگشت انجام بدین که محکم وایسه بچه ها. خب برای قسمت جلوی کار یه پارچه برای جیب داشتیم، اون رو از وسط تا کنین، قسمت بالاش رو بدوزین و بعد بذارین روی کارتون و 3 طرفش رو دوخت بزنین. خب خوشگله من، توی این قسمت کار میرسیم به هلال در کیف. بچه ها میتونین از هلال 2، 3، 4 استفاده کنین که من از خطکش استفاده میکنم. اگه خطکش ندارین از یه حالا وسیله دایره شکلی این انحنا رو ایجاد کنید. خب بریم سراغ کشیدنش و بچه ها اینم بگم تا دارم میکشم که منو فالو کنین. اگه از اینستاگرام میبینین، اگه از یوتیوب میبینین، حتما سابسکرایب کنین، با لایک و کامنتاتون به من انرژی بدین، من رو خوشحال بکنین. کلی هم دوستتون دارم و من انرژی میگیرم که فیلم‌های بیشتری براتون درست بکنم. توی کامنت ها هم برام بنویسین که دوست دارین که چه آموزشی براتون بذارم. خلاصه بچه‌ها اینا رو چسبوندم، از روی کار به هم دیگه میذارم، از پشت دور تا دورش رو میدوزم و بعدم دوخت نیش میزنم. دوخت نیش یادتون نره، اتوکاری هم خیلی مهمه. خب میام وسط جلوی کارم مشخص میکنم، همون قسمتی که جیب بهش دوختم پشتم مشخص میکنم. حالا برای قسمت پشت در رو بهش وصل میکنم. خب این یه نکته بگم اینجا، در من که هر دو طرفش مشکیه، ولی اگه در کیف شما یه طرفش طرح داره یه طرفش مشکیه، مواظب باشین که از کدوم طرف دارین نصبش میکنید. خب دور تا دور کارم که به هم وصل کردم و دوختم و کارو برگردوندم، میرسم به نصب دکمه پرسی. برای دکمه پرسی بچه‌ها من روی کار روی در به اندازه 2.5 سانت میام بالا و علامت میزنم. وقتی که علامت زدم دکمه پرسیمو میزنم. بعد میرسیم به قسمت آستر. آسترتون هم با هر طرحی که میخواین انتخاب بکنین، دور تا دورش رو بدوزین، یه تیکه رو باز بذارین که من 5 سانت باز گذاشتم. خب حالا وقتی کارتون رو دوختین، اون تیکه رو باز گذاشتین، کارتون رو از رو بذارین داخل آسترتون که برعکسه. خب بعد دور تا دورش رو کامل بدوزین. وقتی دور تا دورش رو کامل دوختین، دوباره میتونین که باید کار رو برگردونید و مثل همین تصویر کار رو برمیگردونین، یه اتو بزنین و دوباره دور تا دورش رو بدوزین. این قسمتی هم که بچه‌ها باز گذاشته بودیم رو صاف کنید و دوباره یه دوخت بزنید. دور تا دور کارم بدوزید. بله بچه واقعا ویدیو ضبط کردن کار خیلی سختیه و اینکه بعد روش حرفم بزنیم خیلی سخته. خب میرسیم به بند بلند کار. من از بند برزنتی استفاده میکنم. شما اگه خواستین میتونید از خود پارچه بند درست کنید که اونم براتون باز فیلم آموزشیشو میذارم. خب برای درست کردن این یه طرف مدبر رو وصل میکنم. میتونی بدوزی ولی میتونی هم از پرچ استفاده کنی که من برای راحت‌تر شدن و شیک بودنش از پرچ استفاده میکنم. خب تنظیم بند رو رد میکنم، دوباره بند رو از مدبر رد میکنم و بند رو از زیرش دوباره رد میکنم، مثل تصویر، مثل شکل تصویر. وای حرف زدنم دیگه داره یادم میره بچه ها. خب دوباره این کار رو به قسمت پشت وصل میکنم و پرچ میکنم. تمام شد. مرسی که لایک میکنی، به هم انرژی میدی. دوستتون دارم زیاد.